به نظرت زبان آموزای مبتدی چه نوع اشتباهایی رو توی مسیر یادگیری زبانشون انجام میدن؟ آیا برای این اشتباه‌ها راه حلی هم وجود داره؟ حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره حسابی راجع به این اشتباه‌ها و راه حلایی که براشون هست صحبت کنم. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال یوتیوب عبدی ELT. توی این ویدیو قرار راجع به اشتباهایی که زبان آموزای مبتدی انجام میدن صحبت کنیم. یک سری از زبان آموزا وقتی زبان رو تازه شروع میکنن یا خیلی کند پیشرفت میکنن یا بعد از 1 ماه 2 ماه زده میشن و کلا زبان رو میذارن کنار. ما میخوایم ببینیم که دلیل این که این اتفاق میفته چیه و چجوری از این اشتباهها جلوگیری کنیم. افرادی که اوایل کار زبان خوندن هستن یه سطح انرژی بالایی دارن و سطح انتظار پیشرفت سریع رو هم دارن. اینجوریان که من 1 ترم 2 ترم کلاس رفتم باید پیشرفت زیادی داشته باشم. بچه شما وقتی زبان خوندن رو شروع میکنید دارید یک مهارت جدیدی رو یاد میگیرید. باید با یک سرعت مناسبی حرکت کنید و عجله نداشته باشید توی به مقصد رسیدن. شما باید پروسه خودتون رو ادامه بدید و به اون پروسه پیشرفت خودتون اعتماد داشته باشید. حالا اگه میخواید پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنید و ببینید که چقدر پیشرفت داشتید، میتونید همین الان بعد از این ویدیو یه وایس حالا 2-3 دقیقه‌ای برای خودتون بگیرید و به انگلیسی صحبت کنید. بعد از گذشت 1 ماه 2 ماه 3 ماه دوباره یه وایس دیگه بگیرید برای خودتون انگلیسی صحبت کنید و این دوتا وایس رو با همدیگه مقایسه کنید. اونجاست که تفاوت رو میتونید مشاهده کنید و ببینید که چقدر متفاوت بوده 3 ماه گذشته و با الانتون. مورد بعدی اینه که از ترجمه کردن باید جلوگیری کنید. خیلی از بچه‌ها، خیلی از زبان آموزایی که تازه وارد کلاس‌های زبان میشن اینجوریان که هر متن، هر جمله، هر کلمه‌ای که میبینن سریع به فارسی برمیگردوننش. این کار اشتباهه. شما باید اجازه بدید ذهنتون و مغزتون به زبان انگلیسی عادت کنه. چجوری؟ شما باید کلاً زبان فارسی رو داخل کلاس بذارید کنار و به انگلیسی فکر کنید. به انگلیسی درخواستتون رو بگید، سوالتون رو بپرسید و هر کاری که میخواید انجام بدید به انگلیسی باشه. فرض کنید شما الان یه بچه هستید که از قبل هیچ زبانی رو بلد نیست و تازه داره یک زبان رو یاد میگیره. باید به این عادت کنید. باید ذهنتون و مغزتون رو به زبان انگلیسی عادت بدید تا بتونید به انگلیسی فکر کنید و جملات رو بخونید. حقیقتاً هوا خیلی گرمه. وسط ویدیو اومدم یه شربت آبلیمو برای خودم درست کنم و بعد دوباره برم ادامه ضبط. شما رو با خودم آوردم ببینید چی کار میکنم. تا اون آب جوش میاد ما شکر رو بریزیم. ریختم هم زمین. امیدوارم نمیرم. فقط بریم ادامه ویدیو. مورد بعدی یه اشتباه خیلی گسترده‌ایه که من توی اکثر زبان آموزا دیدم و اونم اینه که لغات رو حفظ میکنن. چجوری؟ مثلا طرف میشینه کتاب 504 رو برمی‌داره شروع میکنه به حفظ کردن لغات. این اشتباه ترین کاریه که شما میتونید به عنوان یک زبان آموز انجام بدید. چجوری لغات یاد بگیریم؟ توی این ویدیو که قراره حالا در آینده ضبط بشه میذارمش اینجا، میتونید روش هایی که میتونید لغت یاد بگیرید رو توی این ویدیو ببینید. اما الان تنها کاری که میتونم بهتون بگم بکنید اینه که لغات رو حفظ نکنید. شما باید لغات رو از طریق قالب و متن و جمله یاد بگیرید. پس به جای استفاده از کتاب مرجع مثل 504 شما میتونید از این کتاب استفاده کنید. کتاب‌های Oxford Word Skills یه سری کتابایی هستن که خیلی خوبن برای کسایی که دارن زبان رو یاد میگیرن. لغت‌های روزمره و به درد بخوری داخلشون هست. اما کتاب‌های مرجع یک سری لغت‌های قلمبه سلمبه‌ای دارن که هیچ وقت شاید به درد ما نخوره. اشتباه بعدی که نباید انجامش بدید اینه که منابع مختلف رو امتحان نکنید. شما باید به یک روش تدریس عادت کنید و از یک منبع استفاده کنید. اگر از این شاخه به اون شاخه بپرید و هی روش‌های مختلف رو امتحان کنید، مطمئن باشید
اون روند یادگیریتون میاد پایین و سرعت پیشرفتتون هم طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. پس به یک روش و یک منبع اعتماد کنید و همون رو پی بگیرید و تا آخر ادامه بدید. البته اینم بهتون بگم خیلی از منابعی که توی ایران برای آموزش زبان به کار میره با هم تفاوت آنچنانی ندارن و اکثرا توی یک سطح هستن. پس همون یک منبع رو پیش بگیرید. مورد بعدی یکی از موردهای مهمیه که شما باید حتما بهش دقت کنید و اون اینه که مطالب همسطح زبانتون رو انتخاب کنید. من همیشه گفتم شما برای اینکه سرعت بدید به یادگیری زبانتون میتونید از پادکست، کتاب‌های داستان، رمان‌ها، مطالب و منابع مختلف استفاده کنید. اما چیزی که همیشه روش تاکید کردم این بوده که حتما باید مناسب سطحتون باشه. اگر شما برید و یک مطلب سطح بالاتر خودتون رو انتخاب کنید، ممکنه که اون مطلب باعث بشه که از زبان زده بشید و کلاً پرونده زبانتون رو ببندید و بذارید کنار. مثلا من یادمه که خودم اوایل یادگیری زبانم بود، رفتم یه کتابی رو تهیه کردم که اینجا هم هست، بذارید براتون بیارم. اوایل یادگیری زبانم من رفتم این رمان Game of Thrones رو گرفتم و بذارید نشونتون بدم. آره من این رمان رو گرفتم که یه رمان خیلی سختی هم هست، هنوزم من اینو نخوندم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون موقع که داشتم زبان میخوندم اومدم 3-4 صفحه ازش رو خوندم و دیدم که هیچی ازش متوجه نمیشم و باعث شد من از کتاب خوندن تا یه حدی زده شده بودم و تا یه مدت اصلا سمت کتاب نمیرفتم چون میترسیدم که اصلا کتابی که انگلیسیه متوجه نشم. پس برای جلوگیری از این اشتباه شما چیکار میکنید؟ میرید منابع و مطالب همسطح خودتون رو انتخاب میکنید، مثل پادکست، کتاب داستان، رمان، روزنامه، هر چیزی که هست همسطح خودتون. به نظرم این 5 تا اشتباه یک سری از اشتباهایی هستن که خیلی از زبان آموزا دوچارشون میشن و خیلی انجامش میدن و فکر میکنن درسته این کار، در حالی که اشتباه دارن انجام میدن. پس با همدیگه این 5 تا اشتباه رو یه بار مرور کنیم. 1. عجله نکنید و صبر داشته باشید و به پروسه‌تون اعتماد کنید. 2. از ترجمه کردن جملات و لغات جلوگیری کنید. 3. مطالب و منابع همسطح خودتون رو انتخاب کنید. 4. از حفظ کردن لغات جلوگیری کنید و توی کانتکست یا قالب یاد بگیرینشون. و 5. منابع مختلف رو امتحان نکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر از این نوع ویدیو خوشتون اومده، اگر نظری دارید داخل کامنت ها برام بگید. لایک و سابسکرایب هم حتما یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.